روزها، سالها، ماهها گذشته ایستادند و با گذشتن هر یک لحظه وقتی هر یکی ما و شما نزدیک آمده ایستاده است. امروز 21 مارت 2020 سال است و همه ما خبر داریم که در دنیا خطری آمده است و ترس در دلها جای شدگی است. ترسی چی؟ ترسی یک باکتریا، یک چیزی که با چشم عادی نمیتوان دید. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز 1400 سال پیش برای ما و شما همه چی را آموختند. نیست یگان خوبی و یا بدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و این دین مبارک برای ما ناموخته باشد. در اول همین طهارت را نگرید. همین طهارتی که ما و شما هر روز پیش از خواندن نماز میکنیم، نگرید که چی چیزها را در بر میگیرد و ما روز 5 مراتب آن را تکرار میکنیم. شستن دست ها، روی، پای ها، همه این را پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچنان آموزانیدند که باید بعد از این آنها به کلی تازه شوند. زیرا تازگی شما این نیم ایمانتان است. در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر جایی را دیدید که آنجا وبا آمده، هرگز آنجا نروید. ولی اگر وبا در آن جای به وقوع بیاید که شما آنجا سکونت دارید، از آنجا به بیرون نبرید. یعنی این همون کرانتینی است که امروز در بسیاری از دولت ها جاری شده است. یعنی که وقتی که شما دیدید که در یک مکان، در یک شهر وبا آمده است، آنجا نروید و همان خاطری که مبادایی که این کسلی به شما نگذرد. و اگر این بیماری، این وبا در آنجای پهن شده باشد که آنجا شما سکونت داره، از آنجا بیرون نبرید تا اینکه به دیگران این کسلی، این بیماری را نگذرانید. و باز بعض برادران و خواهران اینجا دیده می شوند که یعنی که می گویند که من دعا خواندم، اکنون این کسلی به من نمی آید و من می توانم که چکار خواهم، کجایی که خواهم بیروم. دعا را باید خواند، لیکن باز باید که احتیاط کرد و نباید که از آن مصلحت هایی که دکتران برای ما میدهند دست کشیم و تنها با گفتن آنه که من دعا را خواندم و خود را احتیاط نکرد، این گونه نباید کرد. و در این حالت ها وقتی که طبیبان میگویند که به بیرون نباید، نباید که به بیرون برآمد. و آن دعایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی پهن شده است، ما در این نوار خواهیم گذاشت و همچنین این دعا را می توانید در گروه های ما در شبکه‌های اجتماعی دسترس نمایید که دعا این گونه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من السیء الاسقام. یعنی که خدایا من بر تو پناه میبرم از پیسی، دیوانگی، پراکز و بیماری های بد. و این دعا را الکی عالمان گفتند که همچنین برای این وبایی که امروز پهن شده با نام کرونا ویروس، برای این هم بخوانیم می شود. و حتما فراموش نکنید که آن توصیه هایی که طبیبان برای ما و شما می دهند، از آنها نباید دست کشید و آنها را نیز باید که اجرا کرد. دوستان عزیز، حتما در دعاهای خود از برادران و خواهرانی که امروز سراسر دنیا سکونت دارند و
با خواست خداوند این بیماری، این وبا آنها را فرا گرفته است، از آنها فراموش نکنید. و از دیگر برادران و خواهران که الحمدلله با خواست خداوند این بیماری آنها را فرا نگرفته است، از آنها نیز فراموش نکنید. برای بیماران دعاگو باشید تا اینکه خداوند هر چیز زودتر برایشان شفای کامل دهد و برای دیگران دعاگو باشید که خداوند آنها را از این وبا امین نگه دارد. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.